درود و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. این ویدیو مختص پناهندگان عزیز در کشور استرالیا است. طبق پیام‌های دریافتی که داشتم، پناهندگان عزیزی که یک بار کیسشون ریجکت شده، برای بار دوم از طریق دادگاه IIT که اقدام کردن به خیلی از این افراد وقت دادگاه دادن، اما متاسفانه یک هفته 5 روز قبل از اینکه برن دادگاه به وکلای این عزیزان یا به خودشون ایمیل دادن و دادگاه را کنسل کردن و عذرخواهی کردن که ما در گذشته مثل اینکه در سالهای 2017 2018 به اشتباه گفتن که ویزای موقت شما مورد قبول نیست. حالا اومدن عذرخواهی کردن و گفتن که نه، در سالهای 2017 2018 ما اشتباه کردیم، ویزای موقت شما مورد قبول بوده. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه این افراد باید برگردن از طریق امیگریشن اپلای بکنن و در لیست انتظار وایسن.